بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده حسینی هستم، از ایران زنگ میزنم. آقای ان حسین. الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم. بله آقای حجت الاسلام حسینی، ما در مورد علم غیب کلیپی پخش کردیم از جناب قزوینی و همچنین کلیپ دیگری که فرق الله تعالی و 14 معصوم از دید آخوند که هر کدومش رو دوست دارید پاسخ بدید، در خدمت شما هستیم. خواهشاً خیلی مختصر. آیه قرآنی که خوندم می‌فرماید که اینها عبادن، یعنی اله نیستن، همونجور که واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. این مطلبی هم که در مورد علم غیب شما سوال میکنید، اینها در البته آیه قزوینی شنیده از این نظر برگشته و نظر منم همون که آیه محمد از یزد گفتن، یعنی نظر درست همینه. این اون زمان آیه قزوینی تو شبکه مستقله اگه گفتن چیزی بوده که به قول شما اعتقادات زیادیه که حتی مثلا در اصول کافی داره که علم به بداع رو نمیدونن، یعنی چیزهایی رو که خدا میخواد تغییر بده رو خبر ندارن، ولی ایشون قائل بود که نه اونو هم میدونن. بعد در مورد آیه‌ای که خوندم لا کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، یا ان الله، آیه بعدیش ان الله ثالث ثلاثه. خب آقای حسینی ما اگر که لطف بکنید این قضیه غیب رو ما با شما به یک جایی برسیم، شما خلاصه مذهب شیعه رو به ما بگید که ما گیج شدیم الان از اول برنامه، الان تقریبا حدود 2 ساعت و نیم گذشته، ما نفهمیدیم که خلاصه ائمه غیب میدانند یا نمیدانند. همین اصول کافی شما باب زده که ائمه غیب میدانند، بعد شما میگید که در اصول کافی روایت دارین که ائمه غیب نمیدانند. خلاصه این مطلب رو شما یک جنبندی بکنین که ائمه خلاصه غیب میدانند یا نمیدانند، بفرمایید. حالا اون رو میگم، ولی میخواستم در مورد بحث که هفته پیش باقی مونده بود که خداوند شرک جلی رو نمیبخشه اما شرک های دیگه، یعنی کسی غیر خدا رو اله بدونه این کفرآوره. کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه یا ان الله هو المسیح ابن مریم، یعنی مسیحیان رو خدا کافر میدونه به واسطه که اینها قائل شدن که مسیح الهی هست یا سومین اله شریک خداست. یا مشرکین مکه بت‌ها رو عبادت میکردن و اونها رو اله میدونستن. اگر کسی همچین اعتقادی داشته باشه، کمایی که بعضی از مده ها وقتی شور میگیرن میان ادعا میکنن که ما ذوالجناحی اللهی هستم یا حسین اللهی هستم یا چی هستم یا چی هستم. خب اینا معلومه که خودشون هم میفهمن که دارن کفر میگن، اما نمیدونم چرا خوششون میاد از این مطالبا رو گفتن. بله. و این که شما میفرمودین که ادعونی استجب لکم، خدا فرموده فقط من رو بخونید، در آیات زیادی خدا همین مطلب رو اشاره کرده که ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، یعنی فقط منو عبادت کنید. یه جا میگه عبادت کنید، یه جا میگه منو بخوانید. این منظور همین عبادت کردن یعنی اله دونستنه، یعنی غیر از من رو اله ندونید، غیر از من رو عبادت نکنید، غیر از من رو خدای خودتون قرار ندید مثل مسیحی ها. با همینجور بازم اسلام و پیامبر به ما اجازه نداد که ما مسیحی ها رو بکشیم، با اینکه اونها قائل بودن که مسیح الله و به اونها مغفرت داده، در ضمن اسلام قرار گرفتن. بله. این که آقای حسینی استجب لکم، وقتی ما به کسی التماس دعا بدیم باز همون میشه که ما خدا رو خوندیم، چون یا به خودمون خدا رو خوندیم یا به واسطه کسی رو گفتیم که شما خدا رو بخون. آقای حسینی، بله بیننده گرامی ببینید، آقای حسینی، جناب حجت الاسلام حسینی، ببینید
آیا مسیحیان علما، کشیش‌ها و بزرگان دینشون رو خدا میدونستن یا نمیدونستن؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم خب الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. نکته خیلی جالب این ببینید، این آیه 31 سوره توبه هست. الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که در آخر این آیه میگه که سبحانه و تعالی عما یشرکون. الله سبحانه و تعالی پاک است از آن شرکی که اینها به الله سبحانه و تعالی میورزیدن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. میگه که اینها دانشمندانشون، کشیشهاشون، علمای خود رو چی کردن؟ غیر از الله سبحانه و تعالی به عنوان ارباب، به عنوان رئیس، به عنوان رب انتخاب کردن، در حالی که مسیحیان کشیشای خودشون رو نمی پرستیدن، به کشیشها سجده نمی کردن و کشیشها رو خدا نمی دونستن. حتی مسیح ابن مریم رو می گفتن پسر خداست، نمی گفتن خداست. چرا الله سبحانه و تعالی در اینجا به اونها میگه که اینا مشرک هستن؟ این سوالی بود که دقیقاً برای عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه، یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شد. گفت یا رسول، چون ایشون مسیحی بود و مسلمان شده بود، یا رسول الله، گفت ما که کشیش‌هامون رو نمیپرستیم، چرا خداوند در اینجا گفته که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب ایشون فرمودند که مگر آنچه را که آنها حلال می‌کردند شما حلال نمی‌کردید و آنچه را که حرام می‌کردند شما حرام نمی‌کردید؟ گفتن چرا این کارو می‌کردیم؟ گفتن همین پرستشه. یعنی منظور از این آیه که خودتون لطف کردید و این آیه را اول تلاوت کردید این است که عبادت، مشرک شدن، کافر شدن تنها این نیست که من بیام بتی رو خدا بگم، به این بت سجده بکنم. وقتی که غیر الله را اطاعت بکنم، در مقابل امر الله سبحانه و تعالی از غیر الله اطاعت بکنم، از آخوندی، از عالمی، از پیری، از مولوی، مولانا، هر کی که باشه، غیر از الله رو در آن جایی که الله سبحانه و تعالی امری کرده اطاعت بکنم، من مشرک میشم. بفرمایید. خب ما همین که گفتیم هفته پیش به شما دیگه گفتیم که الله تعبد و شیطان رو که عبادت خدا فرموده نکنید، نه که رکوع سجده و دعا وسیله قرار ندید، کسی شیطان رو عبادت نکرده. همین که از شیطان اطاعت کردن این میشه شرک خفی. شما میدونید که قول مسلمان ها اینه که گناه و معصیت که عبادت شیطان هست موجب کفر انسان نمیشه، بلکه قول خوارج که میگن انسان به مجرد گناه کافر میشه. و اگر شما بخواید بگید که عبادت احبار و رهبان، که من به شما مثال زدم مثل عبادت ابوبکر و عمر که اولیاء من دون الله ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اونها رو ولی از غیر خدا گرفتید. یک لحظه آقای حسینی ما هیچ وقت اهل سنت، یک لحظه ببینید، جایی که تهمت بزنید من مجبورم که در جلوی شما وایسم. ببینید هیچ سنی واقعی، هیچ سنی معتقد به قرآن و سنت قائل بر این نیست که ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مالک ذره‌ای در آسمان ها و زمین هستند. بالعکس شماها هستید که اهل بیت پیامبر رو غیر از خدا میپرستید. من مجبورم که واقعیت رو بگم، چون من تا حالا داشتم یعنی به شما وقت میدادم، شما هر چی دلتون میخواست میگفتید. ببینید هیچ سنی قائل به این نیست که ابوبکر، عمر، عثمان و علی مالک پوست نازک هسته خرما هستند در زمین، اما شماها اعتقاد دارید که امام زمانتون مالک آسمان ها و زمین است. شما اعتقاد دارید که ائمه شما غیب میدانند. من خواهش میکنم شما به عنوان یک آخوند، به عنوان یک عالم، نظرتون در مورد این باب 103 کتاب اصول کافی، دوستان عزیز نشون بدن صفحه 186. ان الائمه یعلمون متى یموتون، ائمه میدانند که کی میمیرن، و انهم لا یموتون الا باختیار منهم، و آنها نمیمیرن مگر به اختیار خودشون. و در باب دیگر، در باب 105 میگه که ان الائمه یعلمون علم ما کان
ائمه علم گذشته را میدانند و ما یکون آینده را هم میدانند و انه لا یخفى علیهم شیء صلوات الله علیهم و بر آنها هیچ چیز پوشیده نیست صلوات الله سبحانه و تعالی بر آنها. در باب 105 آقای حجت الاسلام حسینی، آیا این صفاتی که به ائمه دادید صفات الهی هست یا نیست؟ من الان جواب رو میدم، ولی شما این آیه قرآن رو پس رد کردین که خود میفرماد لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. این آیه رو شما رد میکنین، قبول نداری؟ یا آیه‌ای که میفرماد لقد ذرأنا لجهنم؟ قبول دارم، همه این آیات را قبول دارم. الان ببینید، سوال من از جناب حجت الاسلام حسینی اینه که ما غیر الله را به عنوان ولی خود قرار دادیم و پرستیدیم یا شما غیر الله را به عنوان ولی خود قرار دادید و میپرستید؟ همین باب 104 و 105 اصول کافی جواب من رو بدید که این صفاتی که به ائمه دادید آیا این صفات الهی هست یا نیست؟ الان این احبار و رهبان و مسیح ابن مریم که شما گفتید دو تا فرق. من احبار و رهبان رو مسیحی ها خدا و پسر خدا نمیدونن، بلکه شرک در عبادت به اونها آوردن. اما مسیح رو شرک جلی آوردن و گفتن خدا یا پسر خدا. پس این فرق در این دو تا. و شما به من جواب این سوال رو بدید که چرا 72 فرقه از امت پیامبر با وجودی که همه مدعی توحید هستن و لا اله الا الله و محمد رسول الله و اون زمان هم هیچ کس یا علی و یا حسین و اینها نمیگفت، چرا اینها جهنمی شدن؟ آیا غیر از این بود که اینها علی لعنت الله علی الظالمین بودن و به واسطه گمراهی و عبادت طاغوت به این گرفتاری مبتلا شدن؟ ظالمین آقای حسینی، ظالمین کسانی هستند که شرک می‌ورزند، کسانی که غیر از خدا را میپرستند. در قرآن کریم میگه که ان الشرک لظلم عظیم، شرک که هست بزرگترین ظلم هست که انسان بر خودش میکنه. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی به شما روزی داده، رزق داده، زن داده، فرزند داده، تندرستی داده، به شما علم داده، ازت یه حجت الاسلام ساخته، شما میری غیر الله رو ازش میخوای، یا امام علی یا امام رضا یا مهدی ادرکنی. این بزرگترین ظلم است، هم ظلم به خودت و هم ظلم به الله سبحانه و تعالی که شما را آفریده. خب بله، اگه اونها رو عباد الله ندونیم و الله بدونیم و اونها رو عبادت کنیم. عزیزم، همین آیه‌ای که من قبلا برای شما اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله تلاوت کردم که تنها کفر این نیست، تنها شرک این نیست که شما بیایید کسی رو بگید آقا این خدای من هست. به مجرد این که صفات الهی رو به این شخص دادید شما کافر شدید، مشرک شدید. آیا شما در کفر و شرک محمد ابن یعقوب کلینی شک دارید که علم غیب را الله سبحانه و تعالی میگه که خاصه من است؟ حتی به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگه ای محمد بگو من مالک نفع و ضرری برای خود نیستم. ایشون یک باب میزنه، 10 ها روایت میاره، میگه ائمه میدانستن که کی میمیرن نمیمیرن مگر به اختیار خودشون و علم گذشته و آینده رو میدونستن. جواب من رو بدید در این مورد. خب احسن آقای انصاری، این علم غیب نیست. بذار من جواب بدم، صحبت بعد شما جواب بده. این علم غیب نیست، چون از طرف پیامبر خدا تمام اون علومی که از طریق جبرئیل خدا وحی کرد و در مورد علم آینده به پیامبر رسیده بود و به امامان بعدش هم انتقال یافت و به ما هم رسیده. پس ما الان به علم غیب میدونیم که دجال و امام زمان و نمیدونم قیامت خواهد بود. اینها رو که همه ما هم میدونیم. خدا به ما فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. اون علم غیبی که هیچ کس غیر از خدا نمیدونه، اون علم به بدا هست. یعنی کسی نمیدونه کجا گفته علم است؟ آقای حسینی، شما آقای حسینی، جناب حجت الاسلام حسینی، شما خواهش میکنم لطفاً در چارچوب موضوع صحبت بکنید و خیلی مختصر و دقیق. در کجا گفته که ما علم غیب را در وجود پیامبر قرار دادیم، همان گونه که الله عالم الغیب هست رسول الله هم عالم الغیب است و این علم غیب را از وجود نازنین پیامبر به وجود نازنین اهل بیت پیامبر از علی گرفته تا امام زمان منتقل کردیم؟ همین اصول کافی که من خدمتتون عرض کردم که میگه که ائمه نمیمیرن مگر به اختیار خودشون و علم گذشته و آینده رو میدونن، در حالی که همین باب، عنوان همین باب مخالف آیات صریح قرآن کریم است.
ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 145 میگه که و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا. هیچ نفسی در دنیا نیست مگر که به اذن و اجازه الله سبحانه و تعالی میمیره. در اصول کافی در باب 104 میگه که ائمه به اجازه خودشون میمیرن. خب این انکار صریح یکی از صفات الله سبحانه و تعالی است. و در آیه دیگه در سوره لقمان آیه 34 و ما تدری نفس بأی ارض تموت، میگه که هیچ انسان هیچ نفسی نمیدونه که در چه سرزمینی میمیره، در حالی که در باب 105 کتاب اصول کافی میگه که ائمه میدونن که در کجا میمیرن، کی میمیرن، چه ساعتی میمیرن و نمیمیرن مگر به اختیار خودشون. جواب من رو بدید. به اختیار خودشون یعنی خودشون اختیار میکنن، یعنی قبول میکنن، یعنی خدا مخیر میکنه اینها رو بین این که نصرت کنه یا که بمیرن مثل امام حسین، و اونها انتخاب کردن اختیار رضای خدا رو. این معنای اختیار. خب پیامبر این اختیار رو نداشت. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. پیامبر میگفت که بگو ای محمد که من مالک نفع و ضرری در نفس خود نیستم. شما که وقتی این صفت رو به ائمه میدید دلیلتان از قرآن چیست؟ الان شما مشکل ما با شما اینه که میخواین فقط از ظاهر قرآن یه مطالبی رو بفهمید، نه از همه آیات قرآن، بلکه میخواین عزیزم آقای حسینی، عیب آقای حسینی خیلی زشته. شما یک عالمید، شما یک عالمید و این قرآن برای همه نازل شده. ببین این قرآن، من یکی از این روایات شما ببینید که مصیبت شما، انحراف مذهب شما تا چه اندازه است. یکی دوستان عزیز یک لحظه آقای حسینی، یک لحظه ببینید این روایت چهارم یک لحظه گوش کنید آقای حسینی. روایت چهارم در این باب میگه که ان امیر المؤمنین علیه السلام قد عرف قاتل خودش رو شناخت، و لیلة التي یقتل فیها، و شبی که در اون کشته میشد، و الموضع الذی یقتل فیه، و در جایی که کشته میشد. ببینید امام علی همه این چیزها رو خبر داشت. دقیقاً این روایت مخالف است با آیه صریح قرآن کریم که الله سبحانه و تعالی، دوستان عزیز این آیه رو نشون بدن که من کمی ایشون مشکله که من بفهمونم خدمتشون. ان الله عنده علم الساعه، الله سبحانه و تعالی در نزدش علم ساعت یا قیامت است. و ینزل الغیث، و الله سبحانه و تعالی باران را نازل میکنه. و یعلم ما فی الارحام، و میدونه که در رحم های زنها چی است. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و هیچ کس نمیداند که فردا چی چیزی را به دست خواهد آورد. و ما تدری نفس بأی ارض تموت، و هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد. ان الله علیم خبیر، یقینا الله دانای آگاه است. ببینید جناب آقای حسینی، الان الله سبحانه و تعالی این آیه رو فرموده، این ظاهر آیه است. این آیه رو صحابه فهمیدن، رسول الله فهمید، علما، مذاهب همه فهمیدن. دقیقاً مخالفت صریح کتاب اصول کافی شما با این آیه قرآن. علی میدانست که در چه وقت میمیرد، در چه سرزمینی میمیرد، حتی قاتل خودش هم میشناخت. بفرمایید. خب این از اخبار پیامبر بوده به ایشان که در خطبه معروفی داره که حضرت فرمود تو در ماه رمضان کشته میشوی و قاتل تو ابن ملجم. اینها از اخبار خدای متعال بوده به پیامبر و از پیامبر به اوصیا بعد از ایشان. بعدم شما الان آقای حسینی یک لحظه آقای حسینی برادر بزرگوار، جناب آقای حسینی، ببینید من اگر که نتونستم مطلب رو برسونم، دوستان اینو خیلی بزرگ بکنن که آقای حجت الاسلام حسینی، ببینید این حدیث رو در ذیل باب ان الائمه یعلمون علم ما کان و ما یکون و انه لا یخفى علیهم شیء صلوات الله علیهم، این روایت ها در زیر این ابواب آورده شده. یعنی ادعای علم غیب برای اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و اون باب دیگم که خدمتتون نشون دادم که یعلمون متى یموتون، اینا میدونن که کی میمیرن، ولا یموتون الا باختیار منهم، باب 104 کتاب حجت اصول کافی. آقای حسینی جواب من رو بدید، به کدام دلیل از قرآن ائمه علم غیب میدونستن؟
این لف و دوران نکنید که به قول پیامبر بهشون گفته بود و فلانی گفته بود. اینجا صراحتا میگه که علم دارن، علم غیب دارن. بفرمایید. خب شما اجازه بده من صحبت بکنم، بعد وسط حرف میپره منم نمیتونم. شما وقتی میگید که این لله ملک السماوات و الارض، یعنی تمام ملک آسمان ها و زمین مال خداست، بعد قائل میشین که این ملک مال منه، من سند ملکی دارم. آیا این یعنی این که پس این تیکه دیگه که درست شما شد مال خدا نیست؟ نه، شما به اذن خدا مالک این زمین هستید. همینطور هم خدا فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسوله، یعنی خدا به رسولش رسونده و رسولش به اوصیاش رسونده. آقای حسینی، من نقدم اینجا جوابتو بدم. آقای حسینی نقد جوابتو بدم. ملک گفتی، الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 26 میگه که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. الله سبحانه و تعالی به هر کی خواست ملک میده، از هر کی خواست ملکش رو میگیره. دلیل از قرآن. خواهش میکنم جناب حاجت الاسلام حسینی شما هم دلیل از قرآن بیارید که الله علم غیب دارد، علم غیب خود را به پیامبر داده است و به یک پیامبر داده، به دیگری نداده و پیامبر این علم غیب را به اهل بیتش منتقل کرده است. دلیل از قرآن بفرمایید. شما بگو ژوکیای هندی و نوستراداموس ایتالیایی از کجا علم غیب دار به دست آوردن با اینکه رسول هم نبودن؟ آقای حجت الاسلام حسینی دلیل از قرآن کریم برای علم غیب ائمه اهل بیت علیهم السلام بفرمایید برای آخرین بار. دلیل از قرآن اینه که با قرآن میگه منها آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات و الذین فی قلوبهم زیغون یتبعون ما تشابه منها ابتغاء الفتنه و یعنی هر کسی فهم قرآن رو نداره. خدا پیامبر همون کتاب خدا و عزت من هرگز از هم جدا نمیشن، یعنی لازم برای فهم قرآن انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید برای مردم تبیین کنی که این آیات قرآن چیه، وگرنه هر کسی را مفتی شمشیر تفنگ دستش میگیره. آقا تعلیم قرآن چه ربطی داره به علم غیب؟ جناب آقای حسینی ببینید قرآن واضحه، قرآن طلسم نیست، قرآن رو شما مشکل جلوه ندید برای مردم. ببینید صریح میگه در آیه 65 سوره نمل قل بگو ای محمد لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله، بگو در آسمان ها و زمین غیب را غیر از الله هیچ کسی دیگری نمیداند. تمام شد رفت. مشکل من با شماست، من به چه زبانی بفهمانم آقای حسینی شما را؟ بینندگان گرامی من دارم فارسی خدمت شما عرض می کنم. علم غیب رو در آسمان ها و زمین الله سبحانه و تعالی به پیامبرش خطاب میکنه. بگو ای محمد قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. دوستان خوب زوم بکنید روی این آیه که این آقای حسینی ببینه. یعنی خیلی واضح است، خیلی آشکار است این آیه. شما چرا میایید مثلا بفرمایید ای با آسمان ها و زمین مخصوص خداست، خدا اختیار نداره، یعنی شما به خدا. من تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام حسینی. من متاسفم که مجبورم تماس شما را قطع بکنم. به احترام بینندگان عزیزی که عقل و شعور دارند.